چی واقع شدن دا؟ خانه ملا خسرو رو ترک کردند. کودکان دیگه برای درس قرآن به آنجا رفته بودند. همه‌شون در درونند. همه‌شون در درونند. آقای دکتر. تو چی ها میگویی الدا؟ بیا رفتیم زودتر. رفتیم آقای دکتر. Уреден, ایستا دکتر! در آن پیشلی دوزخه! ایستا! بچه ها درم دکتر درم! خدا! عبدالله در جایی عبدالله بچه زودتر یوری کودک رو گیره کودک رو داره ارشاد کنه آلدا یوری دیلا زخمی ها زیادن یک طرفی من مادرم را پدرم را بسیار دوست می دارم من مادرم را یک دقیقه بیرون برو بخیر است آقای داوود پسرم امروز بچه ها را جواب ده برای چی آقای داوود چی واقعه در دهه شما خانه ای رو که در اون کودکان بودن ترک کردن چی ها میگوید آقای داوود تلفات جانی هم هست به خدا میگن احوالشون خیلی بد است یک نفر هلاک شده دیگران زخمی شدند بفرد در ده سنفی کودکان قرآن خود را ترک کردند یک کودک مرده است دیگرانشان زخمی شدند من به ده میروم یلماز با دقت باش خدیجه بیا سرده نگویم فکر کردید که از من با آسانی خلاص میشوید؟ مرا در دستی مردم شرمنده کردی همش از بینیت میبرارم فهمیدی؟ از بینیت میبرارم بره دورم سرده نبین بره دورم بره یاریدی Diyamını Troni açağımın diyamını Troni açağımın diyamı Vaktaki خدا شفا دهد کنی بیا
پدر و مادرت رو دیدن میخواهند. ایست داخل، شما هم از خواطر نشوید. دکتر همش رو تمام نمیکند. انا خودش برای آمد. انا ببینید خدا شما راضی باشد آقای دکتر. از شما هم خدا راضی باشد. از شما هم آقای دکتر. یک دقیقه آخر از دروی دکتر نگیرید. یعنی یک طرف استید. خواطر نشوید. انشالله همه اشون صحت میشود. ادا کنی اینها رو پراکنده کن. برای نجات کودکان شما تلاش میکنند. خواطر نشوید. همه اشون صحت میشود. یک طرف استید. رئیس پدر و مادری پسرکی هلاک شده در چه حال میشدن؟ بیچاره ها ناله و فیغان دارن. ها انشالله دیگر یگان کودک نمیمرد. تو چی ها میگویی؟ کنی راه کرد؟ گپ های نقصد رو یک طرف گذار. دهانت شمال برد. اکنون چیکار میکنی طاهر؟ احوال 4 نفر کودکان خیلی وزین است. در بین آنها عمر هم است. عمر به من امانتی یلمز است. اگر با او یگان چیز شود من چیکار میکنم؟ زینب در چنین احوال فکری رفتار را کردن نمیتوانم. خاموش اکنی خود صدایت رو چی میخوایی؟ روید به من دست نرسونید. چه خیلکه از این پس تو زنی من میشوی. پدرت تو رو به من بخشید. اگر شما چی ها میگوید؟ این خشتدانش ممکن نیست. به خدا پدرت تو رو به من بخشید میگویم. سعدیهت من را سعدیهت. کنی پسرم نوش زود شفا میابی. کنی نوش پسرم. نوش صحت میشوی. شما چی کار میکنید؟ این رویت طبیب زن داد. پدر شما به طاهر باور نکرده باز از دیگران هم کمک میجوید. این چیز میتواند حیات بیمار را در خطر گذارد. شاید برای همین داروهای گذرانده هم به دمیر تاثیر نمیکند. آخر من از کجا دانم؟ فکر کردم که فایدهش میکند. پدر برات رو یابم گفته قریب دمیر رو میکشتید. چی من برقصد کردم ها؟ آخر خودت میدونی که من یک درد دارم. آن هم برات است. یک طرفی است. تو این جاییست. همین که شوهرت به هوش آمد منو خبر کن. مینش آقای حامد احوالش چطور است؟ بهتر شده ایستاده است. به نزدیکی به هوش میاد زینب. چیکار کردنمون رو نمیدونیم. دست و پایمون بسته شده است. رفته هم نمیتوانیم. مادر جان چی شد آیشه؟ شما به من گفتید که به دمیر لباسای تازه برم. من بردم. خیر در راه همون چوپانی پیشینمون هست کو اکنی هود. دخترم زودتر گپ زن. چی شده است؟ از دستم داشت. من رو به خودش بردنی شد. ای بی ناموسی رزیل. خدایا توبه. اگر پدرت فهمد او رو میکشد. میگوید که پدرت رو به من بخشه تو زنی من میشوی. دخترم این چه گپ است؟ به خدا این بی ناموس تماما نخواست رو خورده است. حاضر با پدرت میگویم سزای او رو میدهد. چی گپ است؟ چه شده است؟ شما میدونید که چیکار کرده. دیگر آدم نیافتید که آیشه رو به نهال بخشیدید. آیزان تو چی ها میگویی؟ کدام نهال؟ چه خیل بخشیدن؟ پدر چوپانم و نهاد گفت که شما من رو به او بخشیده اید. با دختری من گپ پرداخته است. آی بی ناموس نامرد. من حاضر جزای او را میدهم. ابله. وای 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 وای. یعنی همین طرح از جایت نجم میگویم. جنابی سبا التماس مرا رها کنید. من با یلمز خانه دار شدم. تو را رها کنم احمق.
تو رو در کوه میکشتن، من نجات دادم، تو باشی مرا شرمنده کردی. تو فکر کردی که این کارت به جزا میموند؟ اکنون خودم تو رو میکشم، صد بار این ببینی. انا بچه یلمز هم نشه دارم، تو خواطر نشو. انا بچه یلمز، ای یلمز دست سرت بلند. عمر چه حال دارد؟ وی زخمی شده است اما حالش خوب است. یلمز دخترم در کجاست؟ عمر چه حال دارد؟ دیلا آروم شو، کودک‌ها رو در جای دیگر معالجه کرده ایستاده ایم. مرا زود به نزدیک ببر، بیا زودتر. آدمان سینان در دهند، اگر تو را بینند چی یلمز؟ آدمان سینان مرا به نزدیک عمر ببر. زودتر رفتیم. سینان بیاید. انا اینجاست، در اینجایند. پدر این کودک بود سینان. خدا صبر جمیل دهد. تشکر برادر، برادران میدانید برای چی درس قرآن را هدف قرار دادم؟ چون که دولت فهمید که این کاری خیر را من تشکیل کردم. اگر من دشمن باشم، کتاب قرآن با آنها چی ضرر رسانده است؟ اکنون فهمیدید که دشمنتان دولت است، نه اینکه من. دولت زبانتان را نمیخواهد، دینتان را نمیخواهد. هرچی به فایده شما باشد دولت نمیخواهد. باور کنید سینان راست میگوید. ببینید همان بمبای ترکیده هم مالی دولت است. بله، مگر سربازان به ده در آمده فیروریای تشکیلات را نکشته بود؟ همه‌شان تسلیم شده بودند کو. آنها را برای چی پراندند؟ برای چی؟ در پیش چشممان آنها را کشتند. همینطور نه؟ برادران، دوست را از دشمن فرق کنید. ما همه وقت برای خوبی شما جنگیده ایم. اگر ذره ناموس داشته باشید با ما همراه میشوید، بچه ها را به کوه فرستید، دینمان ملتمان رها مییابد. وگرنه اینها ما را از دینمان هم جدا میکنند. راست میگویید، میآییم سینان، با خدا میآییم. سینان حق است، برای این دعوا جانمان را قربان میکنیم. بعد از غروب هم از ما را در خرابزار انتظام میشوم. خون این کودکی بیگناه در زمین نمیماند. کنی رفتیم شه بچه ها. دادارکم عمر جان. عمر اگر با تو حادثه روی میداد من نمیدونم چه خیلی زندگی میکردم. چشمانت رو کشو، بین اکت آمده است. اکا شماید؟ دادارکم این منم عمر جان. دادارکم من در نزدت هستم. احتیاط کن یلمز، او رو بسیار نجنبون. یلمز تو باید به اینجا نمی آمدی. وقتی که خبردار شدم طاقت کردن نتوانستم. سینان و آدم‌هاش در دهند. هنگامی به اینجا اومدنمون آنها رو در راه بخوردیم. باز نخست به اینجا نآیند. زینب راست میگوید. من نظارت میکنم. از آنها همه کار انتظار شدن ممکن. دادرکم خیر، جایش جنت شود. سینان به جنازه نمی روی؟ تو رو و من جای کودکان زخمی را نشان ده، آنها را خبر گرفتن میخواهم. راست رو انباری کوه را میبینی، کودکان در همان جا شد. میلش تو رو янгай барфин ба холаи зилол гуфтанд ки шумо муаллим шудаед. ин рост аст ака?
بله عمر جان راست است. مرا هم به مکتب برید اکا. مرا خودتون آموزانید. تو اول صحت شو بعد به مکتب هم میروی عمر جان. میلش در وقتی که این کودکان اینقدر به ما احتیاج دارن چطور ما از اینجا میرویم؟ بله درست، اما به خاطر زنده موندنت مجبوریم رویم. سینان کنی زود باشید. خوب شده است. سینون میوید و اینجا نزدیک میشم. از اینجا روحی برآمد نیست. یلماز شود با این دلوان شود. زودتر یلماز. این بابا بالایت پشت. زودتر. واه 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 واه. این کودکان حیف شدند. کودکان چه حال دارند دکتر؟ تو برای چی آمدی سینان؟ من برای دیدن این کودکان آمدم. خواستی نتیجه این کارت را ببینی؟ توبه دکتر، این کار را من نکردم، تشکیلات هم نکرده است. این کاری دولت است. دولت برای چی کودکان را میکشته است؟ باز چند بار فهمانم، دولت دشمنی شماست. شما را دیدن نمیخواهد، شما را بیگانه میحسابد. همه این ناحقی ها را به شما روا میبیند. اول درسی قرآن را تشکیل کردی بدتر کندی. باز دولت گناهکار بوده است. این به کارهای تشکیلات مانند است. ما اکنون این ساختکاری هایتان را در کردیم، دیگر این نیرنگ هایتان نمیگذرد. به خدا چه به شما گویی چه به گوش خرخانی. این دکتر آدمی دولت است. کنی از او پرسید دولت یکون کار نکرده است، به همش تشکیلات گناهکار است. البته شما هم یک روز روی حقیقی دولت را میفهمید، بعد جواب این ناحقی را از او میپرسید. در اینجا کسی بغیر از تو ناحقی نمی کند. اگر تو نباشی همه آرامانه زندگی میکنند. میلش، این فکر شما البته همش معلوم میشود، سراسمش در لازم نیست. آهسته 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 آهسته. این کیست؟ اوی برادر. یک مرد دیخان در وقتی ترکش از نزد آن خانه میگذشته است، زخم دار شد. اوی برادر، به تو میگویم. اوی برادر، مرا نمیشنوی؟ این سینان، او بیهوش است، تو را نمیشنود. خوب خدا به همشان شفا دهد. کنی راه گردید. رفتیم انا برای رها یافتنت به تو یک فرصت. دست ما را بخون آلوده نکن. خودت را کش، هم تو خلاص بشوی هم من. کنی گیر ها جونکم گیر. کنی خودت را کش. کنی تو هم آدم ساده ای ها؟ فکر کردی که از من همینطور با آسانی رها میابی؟ زنی من نشدی، اکنون مال همه مردان میشوی. تو را به یک فاحشه خانه فروختم. از این پس تو بازیچه دستی پای بچه های شهر میشوی.
همین میگویی تو رو آمدن میبرند خانوم. نجم عمر جان وقتی رفتنی من هم شد. اکا مرا هم برید. مایلش همین که صحت شدی آمده تو رو هم میبرم. تو اول صحت شو مایلش. یلماز رفتیم. خاله جلال میدونم آنها به من امانت. بله. دادرم رو خوب نگاه کن طاهر. خواطر نشو یلماز. زینب روزی البته به دیه برمیگردی. انشالله یلماز. بیا پسرم من تو رو تو برآمدی دیه برم. بیا محمد نقطه بیرویم طاهر. راست میگویی زینب. شاید امیر به خود آمده باشد. خواهش چی میخورید آقای رافع؟ ای ابلهی به شرف، تو برای چی به دختر من دست دراز کردی؟ به ناموسی نامرد. به خدایت آقای رافع با من آدم بری گپ زنید. به خدا شما را میسوزانم. حاضر رفته به حامد میگویم که پسرت را رافع کشته است و من شاهد هستم. شما را نیست میکند. یا دخترتان را به من میدهید یا من به نزد حامد میرم. خیر شد به حامد نگوی. آیشه را به تو میدهم. این طور باشد رفته بیارید. آخر این طور نمیشود. دختر تو را نمیخواهد. شاید زید براید. شب در اینجا انتظار شو. او را فریب کرده میارم. بعد گرفته میبری. لیکن دانسته باشید این آخرین بار است. اگر دختر را نآورید از خودتان خفه شوید. ابله آدمیر گپ زن آخر. زودتر کی بودنی برات رو گوی تا حامد حبس نشود. من آرامی ندارم. طاهر مادر جانم. طاهر او چیزی میگوید. اینجا کجاست؟ تو در نقطه طبی هستی. دکتر این منم دمیر منم. برات هستی؟ تو برات هستی؟ نه اکای دمیر چی خیل برات؟ او دکتر طاهر است. نه تو نمیدونی. او پسر زلال. شد اکای دمیر اتون خاموش استید. التماس با کسی این رو نگوید. همین که صحت شده بعد صحبت میکنیم. اما که حامد در کجایند؟ التماس اکای دمیر با پدرم نگوید. میگویم. باید گویم. اما که حامد. دمیر احوالت خوب است دمیر؟ صحت شدی؟ خدا را شکر که صحت شدی. گپ زن پسرم. کنی پسرم برات کیست؟ به من گوی. کنی گپ زن پسرم. به من فهمم که برات کیست. کنی گپ زن. پدر مجبور نکنید. باید کمی به خود بیاید. ایستو داماد ایستو صبر کن. برات کیست؟ کنی گپ زن پسرم. کنی قربانت شوم. گپ زن برات کیست؟ گوی آخر کنی گوی. دمیر و این دکتر میگوید پسرم تو این رو یک بار بین. کنی داماد با فکرم این داروها با وی فایده نمیکنند. التماس پدر شما با بیرون برایید. شما پدر به خود روید. که بودنی براز رو فهمم. رفتیم پدر. ما علش رفتیم. زهرو تو هم بیا. دخترم برای چی شود مرا با بیرون برآورد؟ گویا در درون من با او خلل میرساند. پدر این با فایده دمیر و دل شماست.
برای همین طور چنین کرد. آخه تو به کجا میروی؟ در نزد شوهرت نیست؟ با هوش که اومد و من خبر میدی؟ من شوهرم نیست. پدر. تو برای چی به اینجا آمدی؟ ها؟ زیلول؟ یا اینکه برای دمیر را کشتن آمدی؟ از دست تو می آید. پدر، کسی به دمیر ضرر نمیرساند. آخر من در همین جایم. برات را میابم. بیایید پدر. من او را میابم. با پدرت چیکار میکنیم دخترم؟ نمیدونم خالای زلال. دمیر کمی پیشتر به هوش آمد. با پدرم گفتم میخواست. خدا رو شکر که وقتی که پدرم اومدن باز از هوش رفت. اکنون چیکار میکنیم؟ شما رفتن نتوانستید. سخت میترسم. با دمیر گپ زن دخترم. گویی که به کسی سیر رو نکشویم. گپ زدم. گفتم که با پدرم نگوی، اما با من گویش نمی کند. زینب، او رو تنها گلی راضی کرده میتواند. راست میگید خاله جان، رفتیم. آیشه، این رو با پدرت بر دخترم. مایلش مادر جان. ینگه نبای باید با شما گپ زنم. چی شده است؟ کسی باید نشون آمد رفتیم. چی واقعی؟ رفتیم. بیایید. این ابله مرا انتظار است. من چی کار کنم؟ پدر آیشه، خواطر نشو دخترم. تو را با اون احمق نمیدهم. از آنی که دخترم رو دهم خوبش رفته اون ابله رو نیست میکنم. این کار را با آخر میرسانم. ای خدا، این چیز به عقلی کس روز نمی آید که میدونست که دامادمون همون برات است. ای خدا، چیکار میکنه؟ گویی یا کاری کنیم که این دعوا فرزندانمان را بدبخت نکنم. ینگه با ما کمک میکنید همین طور نیست؟ البته کمک میکنم دخترم، کمک میکنم. علاجش رو میابیم. برفین بفکرم خواب رفته است. آخر حالا بر وقت است. برفین این دختر به کجا رفته باشد؟ آخر این را در اینجا گذاشته به کجا می رود؟ یعنی بیا وقت سفر هم رسید. آی باز یکم بیاکری نکنی ها؟ برای تو شوهرهای زیاد یافتم. باز چی میخوایی؟ هم شاهانه زندگی میکنی و هم پول میابی. پول حس منو زدید. حس میکنم. منو زدید. نه زدید. اما که امید در کجایند؟ ایستو آرام شو کاردار نشم دکتر. دمیر من از این کسایی میروم. خواهش میکنم براسم ده دمیر آرام شو. و من کاردار نشم. تو چی کار کردی دمیر؟ دمیر خوب هستی دمیر؟ اما که امید در کجایند؟ در خانه. من حاضر جیغ میزنم. دا زودتر جیغ زن.
دمیر تو از یاد نخست تو بموری تو دشمنمان هستی. دمیر چی شد زهرا؟ دمیر بهوش آمد، رفت آقای حامید رو جیغ زنم. ایست دخترم. خاله شد. دست نرسا، تو دشمنم هستی. شکر که صحت شده ای دمیر. تشکر برای صحت شدن دمیر همه کار را کردی. خدا از تو راضی باشد. یانگه گلی این برات است. خیر چی شده است؟ بگذار برات باشد. مهمش تو را نجات داد. آخر میدونید گوش کن دمیر، اگر برات بودن است را به حامید گویی، حامید او را میکشد. حامید را باشد برای آدم کشیش حبس میکنند. برای همین اگر درباره برات یگان چیز گفتی تو را نمیبخشم، دانسته باش. آقای رافع، دخترتون کجاست؟ زنده ماندن برای تو حرام است بیناموس. ایستید آقای رافع، ایستید نپرونید. آقای رافع، آقای رافع، با شما چی شد؟ این برای هممون خوب است دمیر. دیگر چون وای 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 صحت شده ای شیر بچه من دمیر جانم، به خدا صحت شده ای. خدا را شکر که صحت شده ای. آفرین. صحت شدی دمیر. خوب است تو لیکن به قوت است. ینگه یک دقیقه صبر کنید ایستی. پسرم کنی با من گوی این برات کیست؟ ها کنی گبزم پسرم. برات؟ ها برات. پیش از آمدن در تلفن با من گفتی که روی افتم. گبزن. او چرا با من نگاه کرده میستی؟ کنی گبزن؟ اما که امید به خاطرم نمی آید، به یاد آورده نمی توانم. چخیل به خاطرت نمی آید؟ تاخی خدا زنگ داده گفته که برات رو یافتم. یکان چیز رو به یاد آورده نمی توانم. احمق تو با من بازی میکنی. کنی گوی برات کیست؟ پدر دمیر رفتی دستش آسیب دیده است، شاید خاطرش گم شده است. چخیل خاطرش گم شده است؟ دکتر گوش کن پسرم، با فکرم تو مرا نفهم. دکتر آقای رافع با شما چی شد؟ با فکرم سکته دل شده است. مامک جون نمیدانم، یکان چیز رو به یاد آورده نمیدانم. بیایید آقا جان مستان نرسانید التماس. آقا آخر چی شد با شما؟ اویستا 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 همه تون با بیرون برای با بیرون برای خواطر نشوید برای مامک السلام علیکم. سلام استا او را به یکی از جایهای اندازگیریتان برده فروشه. پولاش را باشد از نام من به تشکیلات همراه کنید. خوب شد از جناب سبا. من سبا، من یگان بدی به من کرده را به جواب نمیگذارم. تو مرا در ده شرمنده کردی، من تو را در تمام دنیا شرمنده میکنم. گیره این دختر زنی من نشد، بگذار زنی مردم شود. بره دورا خواطر نشوید جناب سبا، ما کار ما را خوب میدونیم. مالش نکنه دورا. دل من هونکا بچاو من هاگر کتیا دل من هویت بچاو من. سینا کماندان آنها آمدن. کنی خیزید
آها خوش آمدید. وای 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 خوب، خیلی خوب. برای با شما همراه شدن آمدیم سینون قماندان. بهترین کارو کردید شیر بچه ها. صفا برادران را در بین خود جا کنید. بیایید. هنید از پس من. خیلی خوب خوب. نقشه نو به کار آمد سینون. حاصلش خوب می نماید. ایتین کنی تلفن رو با من ده. کی باشد؟ گوش میکنم جنابی سبا. من برفین را دستگیر کردم. نوبت توست. یلمز در دهه کجلی است. معلمی را سر کرده است. اکنون آن طرفش را خودتون بینید. مادامی که به خانه شما آماده باشد این دختر به کجا رفته؟ نشو. شاید از پسی تو او هم به دهه رفته باشد. شاید رفته باشد. پسرم سرواسی من نشو. کمی استراحت کن. خسته شده ای. سحر رفته دهه رو میبینی. کنی بیا بیا پسرم. این بلایی به سرمون آمده را بینیده. خوب دختر. احوالی رفیق خوب است پسرم؟ شما پگو سر بخونه. خدا را شکر که همش به خوبی انجامید. خدا را شکر که خوبند. خدا را شکر. خدا خواهد پگو به خانه می رود. بیایدن رفتیم دخترم. بیا خیز دمیر رفتیم. گوش کن دمیر، تو کی به خاطرت میاری؟ دکتر خاطره او کی بر میگردد؟ با او فشار نهارید. رفتیم پدر رفتیم. مایلش رفتیم دخترم رفتیم. پسرم این دعوا ما را به چه حال آورد؟ به احوالمون نگر. جانی تو در خطر. خدیجه هم در خاک سیاه. برفین باشم نمیدونم در کجاست. چه حال داشته باشد؟ ای خدا این چی روز است؟ زیغ نشید مادر جان، همش میگذرد. با خواست خدا یک روز همه امان یک جا میشونیم. خاموش دختر، صدایت رو نبرار. احمق. ایستو نگولیست جایتیست. نگولیست بگویم ایستو. جایتیست بگویم. نزدیک نشوید، خودم رو میبردویم. خاموش خاموش خاموش. برفین آمد آقای داوود. نه پسرم، اگر خواهی رفته خانه رو بین، شاید برگشته است.
ایتین صفا کنید زود پراکنده شوید. آن سگ بچه را کافته یابید. خوب شد. زودتر باشید. زود باشید. اکنون حاجتی از دیگر رفتن هم نیست مادر جان. تو باوری داری پسرم؟ حمید یک علاج کرده، از دمیر حقیقت رو میفهمد. نه مادر، نمیفهمد. اگر گوید چی؟ مادرت راست میگویند. پیش از اون که برات بودنت رو فهمند بیا از این دیگه میرویم تویر. وای وای اینها چی میگویم؟ برات داماد خودم نبوده است کو؟ آی بی ناموس بی شرف. آقای رفیق امک جان چرا خیلی سری زیلال تو بوده ای ها؟ آقای رفیق قربانتون شما خواهش میکنم با حمید نگویید. آرام شوید، بدیلتان ضرر دارد. آقای رفیق آرام شوید. آرام شوید داشتن نمیتوانه. امک جان التماس با پدرم نگویید. خاموشی استالت را گیر. تو چی تر دیده و دانسته با دشمن خونی از خاندار شدی. ما را شرمنده کردی. سرده مرا سرده آقای حمید نگویید. امک جان صبر کنید امک جان، صبر کنید. یک لحظه گوش کنید امک جان. شنید امک جان، التماس امک جان با پدرم نگویید. آقای رفیق یکتمیستید. سرده گفتم التماس. با شما عصبی شدن ممکن نیست. کمی آرام شوید. دستتان را گیرید. به ناموس چی کار کرد؟ مرا ببخشید آقای رفیق، مجبور شدم که این کار طاهره رو دار و درون میبریم. اپا جان. عمر؟ اکا کای می آید؟ اکا یولماز. عمر اکا جان کای می آید؟ تبت خیلی بلند است. اکا جان برفین این دختر کجا باید داده باشد؟ البته به خانه خاله زیلال رفته است. نزدیک نشوید، خودم رو میپرتویم. کنی پس بینیم. کنی با اینجا بیا، بخلی نکن. اینجا بیا. نزدیک نشوید، ساده. تو چه کار کردی ها؟ اجازه جون میپرانم. کمکو کاری کردت رو دیدی؟ کنی پشت راه که رسیدیم به یکون ماشین نشسته میرویم. از برای خدا مانید و نزدیشم خراب رو راه گفتم پشت راه. یرمز چی شد آقای داماد؟ همسرت را دزدیدند. چی؟ او را دزدیدند؟ بله پسرم، انا این کودک بردنشان را دیده است. تو برفین را دیدی؟ ها من دیدم معلم. کنی پشت راه
کاری لعنتی سبا است. انیق کاری است. تو چه ها میگویی پسرم؟ بزنی شب هر دور چی کار دارد؟ سبا دشمنی ماست آقای داوود. اکنون چی کار میکنی؟ چی کار میکردم؟ رفته برفین را نجات میدهم. پسرم ما را ببخشید. از ما راضی باشید آقای داوود. راضیم پسرم، راضیم. یعنی معلم شده است. البته در یک خانه درس میدادند. به ناموس. اون خانه در کجاست؟ خانه در همین نزدیکی هاست سینا. زود باشید. بتین همه جا رو نزکابید. رفتیم بچه ها از پسی من. با من گوش کنید. شما همینجا ایستید. ایتن با من بیا. حالا ای سبله و دستم یافتی. در اینجا نیست. کجا شده است؟ کجا؟ راه گردید. با من بیایید. ابله خواهیر. با من گوش کنید. رفته اون خواهین را یابید. همه جا را یک به یک از نظر گذرانید. زود باشید. او را یافته بیارید. به او بر نگردید. فهمیدید؟ روید. در اینجا نیستم. با اون طرف نگاه کن. خواب شده است. اول برفین را یافتن لازمه. جزای صبر را باشد بعد میدیم. ایتن صفا راه گردید میرویم. زودتر از پس من بیایید. اگر یکم بیعقل کنی تو راننده رو میکشم. دانسته باش. بری پشت راه. مرحمت برای. السلام علیکم اکا. و علیکم. من همسرم رو تا شهر میبرید؟ البته بذارید. سلامت باشید اکا. طاهر اما کم چند ساعت میخوابند؟ نمیدونم. دارو با هر کس هر خیل تاثیر میکند. طاهر میدونم که تو این کارو کردن نمیخواستی، لیکن برای این کارو کردن مجبور بودی. زیق نشو. پسرم این آدم تا کی خوب میکند؟ حتما بیدار شده و حامد حقیقت را نقل میکند. به من گوش کنید. حالا که فرصت هست از دیها گریزی. خالای زیبا راست میگویند. کودکان مجروح رو چطور پرداخته میروم؟ گوش کن طاهر، فلاکت بزرگی ما رو انتظار است. اگر پدرم فهمند ما را از هم جدا کرده تو رو میکشند. میفهمی؟ میکشند. التجا میکنم بیا هرچی زودتر از اینجا رویم. آقای طاهر زودتر بیایید. چی شد دیلو؟ عمر، احوال عمر خیلی بد است. حرارتش بلند شده است. زودتر بیایید. با عمر چی شده است طاهر؟ جراحاتش زرداب گرفته است. پس از تازه کردن زخمش دادرم صحت می شود آقای طاهر؟ زیر نشو دیلو. دادرت البته صحت می شود. خدا رو شکر. السلام علیکم. خوش اومدی فؤاد. خوش باشی. چه حال دارید آقای فؤاد؟ خوبم تشکر. از واقعه ها خبر دارم. همدردیم را قبول کنید.
شما نیز همدردیم را قبول کنید خانم دیلا. تشکر آقای فؤاد. سلامتی چه خیلی است؟ یگان شکایت نداری؟ اگر خواهی یک بار تو را هم معاینه میکنم. شکر، سلامتی هم خوب است. من به عیادت کودکان آمدم. احوال عمر چه خیلی است؟ اگر خواهید او را به بیمارخانه شهر میبرم خانم دیلا. نه فؤاد، لازم نیست. عمر انشالله در مدت کوتاه به پا میخیزد. این خیلی باشد خیلی خوب. طاهر خاله زلال در نقطه طبیان. باید هر چیز زودتر به اونجا رویم. میرویم زینب. دیلا تو در نزدیک کودکان است، داروهای عمر رو هم ده. میلش آقای طاهر. فؤاد ما باید هر چیز زودتر به نقطه طبی رویم. تا از پس کارهایت چطوری؟ من کمی دیرتر به دیه همون برمیگردم. خیر، تو بزدید. داروهای عمر رو دادنم لازم. این انگشتری در دست شما ایستد خانم دیلا. لیکن آقای فؤاد، اگر راضی شوید آن را به انگشتتان پوشید. اگر رد کنید هم بگذار در دستتان ایستد، چون که دیگر کسی نیست که این را با او دهم. بگذار در دستتان. قاتلت رو به جزا نمیمونم پسرم. اگر برات از نزدیکان یا خیش و تبراتان باشد چی؟ اکرامم باشد او را میپرانم. مبادا فهمد مردم. زنم مرد، دخترت را میخواهم. اگر گفتم رو ایزو نکنه من با همین چی در مردن پسرش را میگریم. حامد باید برات رو داند، باید او را کشد، به محبس رود. تا او به محبس نرود من از این بلا خلاصی ندارم. آقای رفیع این کار را نکنید. نروید، التماس نروید. آقای رفیع از برای خدا یک دم استقبال کنید. آقای رفیع نروید. آقای رفیع نروید. رفته است. همه چیز را نقل میکند. حامد پسرم را میکشد. بیهوده کوشش میکنی، برات رو مرده فکر کن. انشالله اما کم بیدار نمیشوند. پدر؟ من به نقطه طبی میروم دخترم. بخیر است پدر. بیزار شدم، به خدا طاقتم تاق شد. برای چی؟ آخر دمیر را میگویم، طاقتم تاق شد. کیفیت میشده باشد. دمیر خاطرش را گم کرده است آقای حامد.
خاطرش کی برمیگردد؟ شما اینقدر سراسیمه نشوید. بغیر از صبر کردن علاج دیگر نداریم. ما مجبور هستیم که انتظار شویم. خب فهمیدم. انتظار میشوم. کنی گوی داماد اول یکم چخیل است؟ خوب است. خاطر نشوید. بیایید گرفته او را خبر گیریم. پدر. آقای حمید. احمقم خوبند. میگویم که حاضر اون کس را ناراحت نکنیم. طاهر هم با کودکان مجروح بند است. همین دارنی طاهر. همینطور. همین که آقای رافی بیدار شدن من آن کس را گرفته به خانه میبرم. مایلش پسرم. این طور باشد ما همراه زینب به خانه میرویم. مایلش. رفتیم پدر. آخر امک حامد مرا مجبور میکنند که کی بودن این برات را بگویم. من چی کار کنم ینگه گلی؟ خاموش میستی پسرم. چاره دیگر نداریم. همین که گفتی حامد رو میکشد و اویلمون پراکنده میشود. گذر دخترم. یک دمیست. دمیر یک دمیست. حالا هم کی بودن برات را به خاطرت نآورده ای پسرم؟ نه امک حامد. یک دمی دوشین. خوب فکر کن شاید به خاطرت بیاری. بس کنید حامد. او را مجبور نکنید. آخر او حالا هم صحت نشده است. اکای دمیر بهترش رفته کمی استراحت کنید. تو به بالا برو پسرم. من خوراکت را میفرستم. داروهایت را هم میفرستم. یا خدایا خیلش را باری اول میبینم. نه خود آدم چیزی میدانستش را فراموش کند. این چقدر میشود؟ گریختند. قوتم نرسید پسرم. از پسش دویدم اما او رو نیافتم. شد مادر جان بسیار غم نخورید. چه خیلی غم نخورم پسرم. رفته همش رو به حامد نقل میکنم. از اینجا گریزید پسرم. شما مرا همینجا منتظر شوید. به کجا میروی؟ به نزد آقای حامد. ایستا پسرم. پسرم به آنجا نرم. اگر رافی فهمیده باشد آمده با حامد میگوید دیگر اینجا نیستید. گریخته روید دخترم. دادر دل و بیمار است. همین که صحت شد میرویم. مایلش. اکا چرا شما از جویتان خستید؟ آخر شما بیمارید. برای چی خستید؟ با من بیا. با تو یک گپی مهم دارم حامد. میلش اکا میلش. بیاید به درون گذاریم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. دوست داشتم و دارم توی عمر دوبارم. این زندگی هم تلخ است ای بی تو ای میدانو. در ترانه از سوز عشق تو من داریم با قرآنی مجیدم. تو از را میرسی وفا کردم وفا و یاری بی وفا. ما تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم. ما تو جدا رفتیم از کوهی وفا رفتیم. گفتی میخوام تو رو بیا آغوشم. گفته بودی که با تو هستم و با تو من میمونم. گریانم کلام
بهودم بخوری منو دبوره چی سودگاه عاشقی نکن که عاشقی دردی سودا آدم که شو خورد توقشای سرش میگیرن میبری بر پای کلی آره من از عاشقی بزارم کسی را دوستم دارم پس از چندین صبوری بیا تو مای خانه بس کن دیگر با اخیر نبود به تاجیکستان پامونو شدم به تاجیکستان براشو پوچی دورا بود این دلی زارا مدینه جان گلکو مرده ای بناز من هنوزم میروبانم جا کی بودم تا این بیانم یه صورت برای زگرم پس بود نه آی باز نه آی باز چیله اگه جو بادا باشم رسوته سلام جوستو رسولانه نازی گل پری گیرمی بری واقعی بران من نگرانم آید عذابی بر سرم ای گلی ریحان بیا صدقه چشمانته برشگه من تو رو نگفتم که تو سال آفتاب رو وسع چکم پر بشر کن شرف قربان روزهای نزدیک با بهترین هنرمندان تاجیکستان شرف البوم خود را هدیه می‌کند. کنسرت ها و کلیپ های بهترین برای شما. سرودهای شرف قربان و لرزه کاخ جامی را احساس کنید. سلام، من شرف قربان البوم خود را هدیه می‌کنم برای شما. و این چنین در مهمانی شرف سمد غنی، اکمل جمایل، حبیب حکیما، سیودی نورزاد، زلیخا از نقطه های دیسک فروشی دسترس نمایید. رقم ها برای تماس 917 09 45 45 و 93 846 89 89. طیره‌های تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.